سلام علیکم، چطورین؟ برعکس گنگ یوتیوب خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من حسین هستم. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی خفن از پابجی موبایل. بچه‌ها امروز اومدیم با هم دیگه که یوسی رایگان رو در بکیرم. الان من چیکار کنم؟ امروز اومدیم با یه ایونت خیلی خفن از گیم لوپ. بچه‌ها کسایی که با پی سی پلی میدن، پابجی موبایل رو با پی سی پلی میدن و حالا میتونین که بریم مثلا گیم نتی بازیش کنین، یا چه میدونم یه دوستی داشته باشید که پی سی داشته باشه رو دریافت کنین که در ادامه همه توضیحاتش رو میدم. بچه‌ها با هم دیگه وارد گیم لوپ میشیم. همینطور که میبینید حدود 6 روز پیش وارد گیم لوپ شده و یه همکاری بین پابجی موبایل و گیم لوپ خوبه. همینطور که میبینید وارد ایونت میشیم. خب بچه‌ها اولین کاری که میکنیم میریم توضیحات و قوانینشون رو با هم دیگه میخونیم تا ببینیم چه چیزایی داره برای گرفتن یوسی رایگان که به نظرم خیلی ایزیه. بچه همینطور که میبینید قوانین رویداد چی هم؟ 27 اردیبهشت تا 10 تیر ماه وقت داریم، یه چیزی حدود 6 روز و این رویداد در حال حاضر فقط در ترکیه معتبره. یه چیزی بهتون بگم، ما خیلی راحت میتونیم ویژنمون رو به ترکیه تغییر بدیم و این ایونت رو داشته باشیم که من در ادامه بازم بهتون میگم که چطوری ویژنتون رو تغییر بدید. فقط به شرکت بازیکنان گیم لوپ محدود میشه. ماموریت‌های رویداد هفته یک بار بروزرسانی میشن که بچه‌ها این هفته یک بار ما حالا 6 روز وقت داریم. خب به نظرم حداقل ما میتونیم 3 الی 4 الی 5 تا کوپن به دست بیاریم که حالا گفته هفته یک بار نیست و حداقل یه روز در میون اینطوری که من دیدم میتونیم به دستشون بیاریم. که کوپن‌های مزیت‌های چی دارن؟ یک، میتونیم بچه‌ها که این کوپن‌ها رو بدیم به یه شخص دیگه، یعنی میتونیم کوپن‌ها رو جمع کنیم. خب که اینم خیلی چیز خوبیه. میتونیم مثلا 3-4 تا اگه پی سی باشین جمع کنین، یه نفر بتونه الایت کنه و به نظرم شما میتونید تنهایی هم الایت کنید. 3. سود را میتونم به مقدار محدودی پول هر روز بر اساس اولویت اول معادله کرد. کوپن‌های استفاده نشده بچه‌ها پس از پایان رویداد قابل استفاده مجدد نیست. این لینک هم بچه‌ها لینک ردیم کده که نگاه کنید کاملا معتبره، مال خود پابجی موبایله. نه این بگین آقا داری سایت علیکی رو ما پیشنهاد میدی، شما خودتون راحت میتونید برید توی گیم لوپ رو انجامش بدید. خب بچه‌ها از توی توضیحات و قوانین که اومدیم بیرون، اولین کاری که میکنیم بریم ببینیم که ماموریت این هفتهمون چیه. همینطور که میبینید بچه‌ها ماموریت این هفتهمون اینه که 10 دقیقه باید بازی کنیم توی پابجی موبایل که ما این کار انجام میدیم و قشنگ بهتون نشون میدیم که چجوریه. اگه یه دونه کوپن داشته باشیم میتونیم یه لباس 5 روزه بگیریم که به درد نمیخوره. اگر 2 تا کوپن داشته باشیم میتونیم 60 یوسی بگیریم که کاملا معتبره و اگرم 5 تا کوپن داشته باشیم که میتونیم 660 تا یوسی بگیریم که در ادامه بچه‌ها من یه دونه کوپن براتون میگیرم که قشنگ ببینید چطوری. اوکی بچه‌ها، برای اینکه ما بخوایم رژن خودمون رو به ترکیه تغییر بدیم، اولین کاری که می‌کنیم این لاگین سمت راست بالا رو می‌بینید، روی اون کلیک می‌کنیم. خیلی راحت ما میتونیم ثبت نام کنیم. همونطور که می‌بینید روز و ماه و سال مهم نیست چی باشه، همونطوری بزنیم. من الان مثلا روز رو میزنم، سال رو میزنم 2000، روز رو میزنم 1 ماه میزنم 1. البته مهمترین چیز اینه که رژن ما رو روی ترکیه بزنیم. همونطور که می‌بینید به خاطر اینکه ایرادی نداشته باشه توی این فیلم قبول نمی‌کنه. حالا همونطور که می‌بینید براتون بالا میاره شما لاگین شدید و داخل گیم لوپ میریم. وقتی که رژنمون ترکیه شد ما وارد گیم لوپ میشیم، بازی رو میاریم بالا و بازی میکنیم. 10 دقیقه ما بازی میکنیم، خیلی راحت هم تو میچرخیم. حتی اگرم مثلا الان من با یه اکانت فیک دارم این کار انجام میدم که شما حداقل مطمئن بشید که میشه این کار کرد. خب بچه خارج میشیم. همینجور که میبینیم یه دونه کوپن رو الان بهمون میزه. میبینید که یه دونه کوپن رو گرفتیم. ما با این یه دونه کوپن میتونیم که یه لباس 5 روزه بگیریم که نمیگیریم چون به درد نمیخوره. یه چیزی چرا زیر 60 یوسی خالیه و نمیشه گرفتش؟ به خاطر اینکه بچه‌ها هر 24 ساعت یه تعداد محدودی میتونن اینو بگیرن. یعنی شما وقتی کوپن رو گرفتید شاید این روزش پشت شده باشه و 60 نفر گرفته باشنش. به خاطر همین من بهتون پیشنهاد میدم که وقتی کوپن رو گرفتین اگه نشد بذاریم برای روز بعد، به محض اینکه روز بعد شد الان اگه وقت داشتید یا کامپیوتر مال خودتون بود همون شب سریع بتونید یوسی ها رو دریافت کنید که به نظرم به 5 تا کوپن هم ما میرسه. بچه یه کار دیگه هم میتونین کنید. چی؟ این که مثلا بیاین با دوستاتون بشینین کنار هم. قبل یه توضیح در موردش دادم. مثلا شما هر کدوم یک یا 2 تا دونه بگیرید و به همدیگه انتقال بدید که میشه این کارو کرد و حالا بشه 10 تا
10 تا مثلا 60 یوسی بگیرید و بشه 600. خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید و 600 یوسی برای که بچه‌ها مثلا بفرستین. یکیتون که مثلا الایت نداره یا مثلا شرایط الایت رو نمیتونه انجام بده. همینطور که میبینید سایت کاملا معتبره و نیست که بگیم نه این سایت معتبر نیست. خیر، سایت کاملا معتبره، ما میتونیم از این سایت دریافتش کنیم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نرید. از ویدیو بعدی ما باخبر باشید.